خب من طرحو انداختم روی مقوا. بعد هر جایی که سیاهی داره این قسمت ها مثلا به این شکل، هر جا که سیاهی داره روشنی داره جای پاک کن. همه اینا رو باید شما موقعی که میخواین طرحو بکشین بندازین. موژه ها همه رو مشخص میکنیم با دقت. این قسمت همه رو. حالا بعد میایم بچه ها حتما زیر دستتون هم یه برگه یه چیزی رو بذارین، چون ناخودآگاه دستتون سیاه میشه، مقوا کثیف نشه، عرق میکنه، جای دستتون نمونه. میام کار رو، مدل رو قشنگ میذارم بغل نقاشیم که مدام باید نگاه کنم، مدام باید بهش توجه کنم که یه وقتی جایی رو از قلم نندازم. اول میام از این مردمک چش، تیرگی چش شروع میکنم. بعد مثلا این قسمت کامل سیاهه دیگه، درسته؟ اینجا شما یک مقداری باید کوچیکتر از این سیاه کنین، چون با قلم که میکشین این پخش میشه و بزرگتر میشه، پس همیشه کمتر سیاه میکنیم. بعد مدادم هم به 6 شروع میکنم به تیره کردن. مدام هم کارتون رو فوت کنین که اگر پودری چیزی میریزه تمیز بشه، جایی سیاه نکن. بعد یه چیز دیگه، مداد B6 اونقدری سیاهی تیره به شما نمیده، یه اندازه‌ای به شما تیرگی میده. نباید دستتون فشار بدین که تیره تر بشه. حتما هم نوک مدادتون تیز باشه. بعد توی سیاه قلم یه چیزی رو که دقت کنین هر چیزی که شما میبینین همونو سر جاش بذارین. یعنی اگر اینجا سیاهی میبینین، اینو همین سیاهی رو تیره ترش کنین، اینجا یه نمه روشن‌تر. این خودش قاعده سیاه قلمه. هر چیزی که میبینین و همونو پیادش کنه. مثلا اینجا این قسمت تیره تر. بعد موقعی که شما میرین پرینت میگیرین، شاید پرینت شما
با مال من فرق داشته باشه تیرگی روشنیاتون. دستگاه ها با هم فرق داره. طبق اون چیزی که شما دارین دستتون بکشین. بعد دور عنبیه اینجا نباید شما خط بکشین. اینجا رو به این قسمت این مدلی باید کار کنین. خیلی نرم مداد رو میگیرم. این بالا که کلن تیر است. بعد کم 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 باید تیرگی ها رو اضافه کنین. یعنی شما میکشین لایه 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 هی تیرگی بهش اضافه میکنین. این باعث میشه که کارتون قشنگ میشه. همون اول نباید شروع کنین به زیادی تیره کردن. اصلا نگران نباشین، هیچ اشکالی نداره. اگر خراب کردین دوباره تلاش میکنین.
بعد مدادم خیلی نرم تو دستتون، سفت اینطوری محکم نگیرین، بذارین تو دستاتون بازی کنه قشنگ. این قسمت شیار شیار